سلام بچه‌ها، گلم. امیدوارم حالتون عالی باشه. تو این قسمت به امید خدا قراره قدر مطلق رو با هم دیگه کار کنیم. حالا بچه‌ها قدر مطلق کلا توی نیم ساعت فکر کنم جمعش کنیم دیگه. کل درس همین الان میخوام بهتون لو بدم. فاصله آ از B رو تو ریاضی بهش میگیم قدر مطلق آ منهای B. پس از دیدی منها بذار. تمام شد، درس اون روز تمام شد. آقا فاصله همیشه مثبته، پس قدر مطلق همیشه مثبته. یعنی حتی منفی هم بندازی توش مثبت میده بیرون، صفر بندازی توش همون صفر رو میده بیرون، مثبت بندازی بازم مثبت میده بیرون. فاصله شو مثبته، قدر مطلق مثبته. تمام شد، درس امروزون تمام شد. بریم حالا چند تا مطلب رو کار کنیم. حالا 4 تا جعبه داریم توی قدر مطلق. 1 مفهوم قدر مطلق که همین الان لو دادم. 2 نکات مهم قدر مطلق و رادیکال، میخوام ببینیم که چه رابطه بین رادیکال و قدر مطلق هست. 3 محاسبات قدر مطلق و 4 معادلات قدر مطلق. این خیلی تو تیسوشان نمیاد، تو کنکور میاد. من گفتم آقا قدر مطلق رو دارم درس میدم، پایه‌تون رو قوی کنم، چند تا معادلاتم بهتون بگم. خوبه، بریم جلو. مفهوم قدر مطلق، بیایم اینجا. به فاصله آ از B قدر مطلق آی منهای B میگن و اون رو با نماد ایشون نمایشش میدن. اوکیه؟ آقا مثلا فرض کنید این آ باشه، این صفر باشه، مثلا این B باشه. علیرضا به ما بگن که مثلا اینجا 3. این میدونی یعنی چی؟ یعنی قدر مطلق آی منهای B چنده؟ 3. یعنی فاصله آ از B 3 واحده. پس این منفیه، یعنی از. حالا یه چند تا مثال قشنگ حل کنیم. پس قدر مطلق رو با این نماد 2 تا خط نمایشش میدیم. بیایم اینجا. مثلا فاصله منفی 2 از 3.5 رو با چه نمادی نمایش میدن؟ میگیم فاصله منفی 2 از 3.5 چقدر میشه؟ میشه قدر مطلق منفی 5.5. آقا منفی 5.5 منفیه ولی قدر مطلق مثبت میکنه همیشه. این منفی میاد بیرون میشه 5.5، قرینش میاد بیرون، مثبت میاد بیرون. چرا؟ چون فاصله همیشه مثبته، به همین زیبایی. خب حالا فاصله 3 از مبدا رو با چه نمادی نمایش میدن؟ اینطوری میگیم فاصله 3 از مبدا که همون میشه قدر مطلق 3. پس قدر مطلق 3 یعنی فاصله 3 از مبدا یعنی همون صفر دیگه. مثلا قدر مطلق منفی 5 یعنی فاصله منفی 5 تا 0. اینم از این موضوع. علیرضا سوال، قبول داری قدر مطلق همیشه مثبته؟ بله، چون فاصله همیشه مثبت. آفرین. پس قدر مطلق همیشه مثبته. بریم این چند تا نکته. آقا اگه ما رادیکال آ به توان 2 داشته باشیم، میخوایم ببینیم که ایشون چه ربطی به قدر مطلق دارن. بچه‌ها توان 2 از زندان، یادتونه توی درس 2 گفتم رادیکال زندانه، الان اینجا هم زندانه. توان 2 از زندان رادیکال خلاص میشود. ایشون خلاص میشود ولی با دستبند قدر مطلق. توان 2 از زندان رادیکال خلاص می شود ولی با دستبند قدر مطلق. پس رادیکال یه چیز به توان 2 میشه قدر مطلق اون چیز. مثلا رادیکال ابراهیمی به توان 2 میشه قدر مطلق ابراهیمی. مثلا رادیکال منفی 3 به توان 2 میشه قدر مطلق منفی 3 که میشه همون 3. بریم جلوتر. اینا رو کار کردیم با هم. بریم جو چند تا مثال. خب چند تا نکته بی نهایت مهم اینجا داریم. بچه‌ها ما یه چیز داریم به اسم محاسبات قدر مطلق و اگر قدر مطلقی به ما بدن که داخل 0 باشه، قدر مطلق 0 میشه همون 0. قدر مطلق 0 میشه همون 0. بچه‌ها اگه داخل قدر مطلق مثبت باشه خودش میاد بیرون. مثل قدر مطلق 3 خودش میاد بیرون میشه 3. مثلا قدر مطلق 5 خودش میاد بیرون میشه 5. قدر مطلق 6 خودش میاد بیرون میشه 6. حالا اگه او مثبت باشه قدر مطلق آ، این داخلی خودش میاد بیرون میشه آ. حالا اگه داخل قدر مطلق یعنی این آی ما ایشون منفی باشه، قرینش میاد بیرون، یعنی الان آ منفی آ میاد بیرون. حواستون باشه که کلی مثالم قراره حل کنیم با هم. حالا
خب توی جعبه شماره یک مفهوم قدر مطلق یاد گرفتید. فهمیدید آقا قدر مطلق با این نماد نمایش میدن و همواره مثبته. اگه داخل قدر مطلق صفر باشه صفر میاد بیرون حاصلش. اگه داخل مثبت باشه مثبت میاد بیرون. اگه داخل منفی باشه چی میاد بیرون؟ قرینش میاد بیرون. یعنی پشتش منفی میذاریم میندازیمش بیرون. حالا این شد مفهوم قدر مطلق. قدر مطلق آی منهای بی یعنی فاصله آ از بی. فهمیدیم قدر مطلق همیشه مثبته و فهمیدیم که توان دو از زندان رادیکال خلاص می شود ولی با دستبند قدر مطلق. حالا میریم سراغ جعبه شماره 2. نکات مهم قدر مطلق و رادیکال میخوایم رابطه‌اشون بدیم. بچه‌ها من که قشنگ گفتم تو خیلی زیبا گفتم توان دو از زندان رادیکال خلاص می شود ولی با دستبند قدر مطلق. نکته ماجرا اینجاست. آقا این چیه؟ رادیکاله. این چیه؟ قدر مطلقه. قدر مطلق همواره با یه رادیکالی برابر است. قبول دارید؟ پس جنس قدر مطلق در واقع همون جنس رادیکالی است که ما 3 سال میشناسیم. ما از 7 با رادیکال آشنا شدیم با این علامته. پس هر نکته‌ای در مورد رادیکال میدونی در مورد قدر مطلق هم ست میکنه. آقا بریم این نکته‌ای که میگه چیا هست مثلا ما یادمون رفته میشه بگی بله. مثلا ما توی رادیکال ها بلدیم اگه داخل رادیکال ها ضرب باشه ضرب رو میتونیم جدا کنیم بنویسیم رادیکال ها در رادیکال بی و چون قدر مطلق جنسش رادیکاله پس توی قدر مطلق هم همچین نکته برقراره. یعنی چی؟ یعنی قدر مطلق آبی میشه قدر مطلق آ ضرب در قدر مطلق بی. اینو میتونیم اصلا جدا کنیم. این نکته یک. اینا نکته کنکوری ان و خیلی تو تیتروشان نمیان ولی اصلا اینا دارن پایه کنکورتون قوی میکنن. یعنی خیلی از این نکته اصلا نیست تو کتابتون ولی خیلی پایه‌تون داره قوی تر میشه. حالا نکته بعدی در مورد رادیکال ها ما میتونیم اگه توان اینجا باشه بیرون بیاریم بنا به شرطی که داخلمون زیر رادیکالمون منفی نباشه. یعنی فرض رو بر این میکنیم که در هر دو صورت زیر رادیکال مثبت باشه چون اگه منفی باشه اصلا تعریف نمیشه. حالا توان رو میتونیم بندازیم بیرون رادیکال و برعکس بیاریم داخل رادیکال. مثلا الان این با این برابره این تونستم بندازم بیرون. توی قدر مطلق هم این برابره. یعنی قدر مطلق آبی رو میتونم بنویسم قدر مطلق آ به توان بی. مثال قدر مطلق 2 به توان 3 رو میتونم بنویسم قدر مطلق 2 به توان 3. مثلا قدر مطلق منفی 2 به توان 3 رو میتونم بنویسم قدر مطلق منفی 2 به توان 3 که میشه 2 به توان 3 یا 8. رواله اینم از این. نکته بعدی آفین بردا دیدیم چه ایشون؟ خب قدر مطلق آ به علاوه بی همواره کوچیک‌تر مساوی با قدر مطلق آ به علاوه قدر مطلق بی. این خیلی مهمه. بیا ببینیم یکم بیشتر توضیح بدم. آقا قدر مطلق آ به علاوه بی گفتیم کوچیک‌تر مساوی با قدر مطلق آ به علاوه قدر مطلق بیه. حالا قدر مطلق آ به علاوه بی کوچیک‌تر مساوی قدر مطلق آ به علاوه قدر مطلق بی. بچه‌ها گلم توجه کنید. اینو میدونیم همواره ولی سوال چه زمانی ایشون کوچیک‌تر از اینه چه زمانی برابر اینه؟ قدر مطلق آ به علاوه بی کوچیک‌تر از قدر مطلق آ به علاوه قدر مطلق بی. چه زمانی قدر مطلق آ به علاوه بی برابر با قدر مطلق آ به علاوه قدر مطلق بی. چند تا مثال بزنیم. با مثال میفهمید که زمانی کوچیک‌تره که هم علامت نباشه. یعنی مثلا یکیشون منفی باشه یکیشون مثبت یا مثلا این مثبت باشه این منفی. پس اگر هم علامت نباشن یعنی یکی منفی باشه یکی مثبت ضربشون چی میشه؟ منفی در مثبت منفی. پس نتیجه میگیریم آبی منفی. این خیلی مهمه. نمودارتی 99 اومده بود. یعنی اگر ضرب دو تا عدد منفی باشد یعنی همون هم علامت نباشن ایشون کوچیک‌تره. حالا چه زمانی برابر؟ زمانی که هم علامت باشن یعنی ضربشون مثبت بشه یعنی جفتشون منفی باشه که بشه منفی در منفی مثبت یا جفتشون مثبت باشه که ضربشون میشه مثبت. پس یه بار دیگه مرور کنیم. اگر آبی منفی باشد قدر مطلق آ به علاوه بی کمتر از قدر مطلق آ به علاوه قدر مطلق بی و اگر آبی مثبت باشد قدر مطلق آ به علاوه بی برابر با قدر مطلق آ به علاوه قدر مطلق بی. قشنگ بود. اینم که کار کردیم با منو گفتم. میریم سراغ جعبه شماره 3. جعبه شماره 2 رو مرور کنیم. چی گفتیم؟ در مورد رادیکال و قدر مطلق گفتیم آقا قدر مطلق آبی میشه قدر مطلق آ در قدر مطلق بی. مثلا گفتیم
رادیکال آ2 میشه قدر مطلق آ. مثلا گفتیم که رادیکال قدر مطلق آ به توان b میشه قدر مطلق آ به توان b. جداشون کنیم. حالا تو این قسمت قرار محاسبات قدر مطلق داشته باشیم. محاسبات برمیگرده به همون نکته‌ای که گفتم اگر داخل قدر مطلق صفر باشه صفر میاد بیرون، اگه مثبت باشه خودش میاد بیرون، اگه منفی باشه قرینش میاد بیرون. بیام اینجا. پس برای محاسبه قدر مطلق کلا یه چیزو نیاز داری، علامت داخل قدر مطلق. بدونی داخل قدر مطلق چه خبره. اگه مثبت بود خودش میاد بیرون، اگه منفی بود قرینش. یه نکته خیلی مهم من بهتون بگم، اگه دو تا عدد مثبت رو با هم جمع کنی حاصل میشه مثبت، دو تا عدد منفی رو با هم جمع کنی حاصل میشه منفی. بلدی. و یه نکته خیلی مهمه دیگه، اینو کمکمون می‌کنه این دو تا. کوچیک منهای بزرگ همواره منفی. کوچیک رو مثلا 2 رو منهای 5 کنی 2 از 5 کوچیک‌تر میشه منفی. و برعکس بزرگ منهای کوچیک مثبته، مثلا 5 رو منهای 2 کنی میشه 3 که مثبت. پس این سه تا یادتون باشه، کوچیک منهای بزرگ منفی، بزرگ منهای کوچیک مثبت و این دو تا هم که بلدیم. چند تا مثال. آقا رادیکال 5 منهای 1 رو می‌خوایم حساب کنیم. گفتم برای محاسبه قدر مطلق باید داخل قدر مطلق رو تعیین علامت کنیم. آقا یکو میتونم بنویسم رادیکال 1. رادیکال 5 منهای رادیکال 1 در واقع بزرگ منهای کوچیک. بزرگ منهای کوچیک یعنی مثبته. خب داخل قدر مطلق مثبته، پس خودش مستقیما شوت میشه بیرون. مثبت بود خودش شوت میشه بیرون. میشه شوت. تمام شد. بریم بعدی. بریم سراغ سوال بعد. بچه اینو به ما داده. اولین کاری که باید کنیم اینه که تعیین علامت کنیم، ببینیم که مثبت یا منفی. باید ببینیم که منفی 5 بزرگتر یا رادیکال 24. منفی 5 رو بریم رادیکالیش کنیم. چطوری ضرب در خودش کنیم؟ منفی 5 همون رادیکال 25 بار کنیم. رادیکال 25. منفی رادیکال 25 بر رادیکال 24 معلوم که یه عدد منفی میشه. پس چون منفی شد چی میاد بیرون؟ قرینش میاد بیرون. پس در واقع میشه منفی 5 میشه مثبت 5، رادیکال 24 میشه منفی رادیکال 24. تمام شد. بله؟ اوکی. بریم سراغ بعدی. خب 2 منهای رادیکال پاش بیا. اوه سوال آسون رو به من نده حل کنم، زشته. رادیکال 2 میشه رادیکال 4. درسته؟ بله. خب رادیکال 4 منهای رادیکال 7 قطعا یه عدد منفی میشه دیگه. میشه رادیکال 7 منهای 2. میشه رادیکال 7 منهای رادیکال 4 که رادیکال 4 هم میشه 2. میشه رادیکال 7 منهای 2. در واقع منفی رادیکال 7 رو مثبت کردی، 2 رو منفی کردی. بله. اوکی بریم بعدی. خب این اوکی. بعدی هم اگه بعدی. توجه کنید این اضافیه. این کلا اینه، اینم این پرانتزه نیستش. بیار 2 نه نیست. اوکی. خب عرضم به حضور شما که حاصل عبارت زیر را مشخص کنید. استاد عددی که زیر رادیکاله همیشه با قدر مطلق بیرون میاد. توان 2 از زندان رادیکال خلاص می شود ولی با قدر مطلق. دستبند قدر مطلق. با دستبند قدر مطلق. پس این میشه قدر مطلق 2 منهای 5. درسته؟ بله. خب این شده از این یکی هم که میشه به اضافه قدر مطلق 10 منهای 3. درسته؟ بله. خب 2 منهای 5 خب یه عدد منفی میشه دیگه. 2 منهای 5 میشه منفی 3. قدر مطلق میشه 3. بازم اینو میگم که قدر مطلق منفی و خط میزنه. 10 منهای 3 هم که میشه چقدر؟ 7. چون مثبت خودش میاد بیرون. 3 به اضافه 7 هم میشه 10. تمام شد. بریم بعدی. خب اینو بگو ببینم که آیا عددی میتونی به جای قرار بدی که تو اون رابطه صدق کنه قدر مطلق اون عدد با خود اون عدد بشه منفی. مثلا منفی 1 میشه 1. بچه ها نظر شما چیه؟ بچه ها نظر فکر کنن منفی 1 نه منفی که بذاری حاصل چی میشه؟ صفر. منفی ها صفرن. صفر هم بذاری که صفر میشه منفی نیست، مثبت هم بذاری که مثبت میشه منفی نمیشه. پس این هیچ موقع برقرار نیست. سوال کتاب درسی و بسیار مهم. مثال نقض هم که همشو زدیم دیگه. مثلا آبش منفی 2 نمیشه. ایشون که همواره برقرار درسته دیگه.
آیا سوال آیا این همواره برقراره ولی نه. چطور استاد آب توان 2 از زیر رادیکال بیاد بیرون میشه قدر مطلق آ. بله. قدر مطلق همشه با برابر است. اگه آ -2 باشه چی میشه؟ آفرین. اگه خب پس چه زمانی قدر مطلق آ با آ برابره؟ که آ بزرگتر از 0 باشه. صفر هم میتونه باشه. 0 هم میتونه باشه. آره دیگه. پس زیرش این خط هم میشه. از این خط. پس برای چه عددی برقراره؟ برای عدد بزرگتر مساوی 0. بعدی تمام شد. مرسی ازت. متشکرم. خب تو این قسمت میرسیم سراغ جعبه شماره 4 معادلات قدر مطلقی. علیرضا وقتی بهت میگن قدر مطلق یه چیزی شده 3 به نظرتون چیز چنده؟ مثبت -3. آفرین. این تمام شد. کل قدر مطلق تمام شد با این نکته. هر موقع به شما میگن آقا قدر مطلق آ مثلا میشود B، از این چه نتیجه میگیریم علیرضا؟ B مساوی است با مثبت -آ. برعکس گفتی؟ آ مساوی است با مثبت یعنی آ یا برابر به خود بی بوده که قدر مطلقش شده بی، یا آ برابر بی بوده یا آ برابر قرینش بوده که قرینش کردیم. یعنی در واقع آ برابر بوده با مثبت بی. تمام شد رفت. این برابر شیرینیه قدر مطلق. آره. گنگوی استاد یه مقدار درد سر داره. یکم مثال زدنش سخت داره. مثلا میگیم قدر مطلق آ هست 3، یعنی آ یا 3 یا -3 جفتشون هم قدر مطلقشون میشه 3. اینم از این. سوال سخت بیار استاد. خب کل معادلات قدر مطلق این نکته داره. قدر مطلق آ بشه بی نتیجه میگیریم آ هست مثبت -بی. تمام. کل قدر مطلق معادلاتش همینه. مثلا میخوایم این سوال رو حل کنیم. من بیام. بیا. دانش آموز زرنگ کلاس. فقط از اون گوشه بنویس که جا بشه طولانیه. خب استاد اینجا اگر اینو بخوایم از زندان قدر مطلق بیرونش بیاریم 2 حالت داره. پس من باید توی 2 حالت سوالو حل بکنم، درسته؟ رادیکال چرا که؟ آها، میگم رادیکال. قدر مطلق داره دیگه. خب یه حالت در نظر میگیریم که این عبارت مثبت بشه حاصلش، که هم خودش میاد بیرون میشه 1 به اضافه x به اضافه 2 مساوی است با 7. یه حالت هم باید در نظر بگیریم که این قرینش بیاد بیرون، یعنی عدد منفی باشه حاصلش که قرینش بیاد بیرون. صبر کن. اول باید اینو ببری اونور، شما اینور سمت چپ فقط قدر مطلق باید تنها باشه. میدونی گفتم قدر مطلق فلان برابر یه چیز باشه دیگه، دور و بر قدر مطلق چیزی نبود. اینو ببر اونور. چه فرقی داره؟ فرقشو الان بهت میگم. فعلا ببر اونور. ببرم یا ادامه بدم؟ ببر اونور. یکو ببر اونور. پاک از اول دیگه. آره پاک. اصلا نیاز نبود اینم شاخه بکشی. الان وقت شاخه کشیدن نبود. خب قدر مطلق x پس همیشه قدر مطلق رو یه طرف تنها میکنیم. بله. مساوی است با 6. پس 2 حالت داریم. آها متوجه شدم. یا x به اضافه 2 مساوی است با 6 که x میشه 4. بله. یا منفی نه دقت کن. ببخشید. حتی فرقی نداره. فرقی نمیکنه، ولی خب اون اصول قاعده نباید بهم. یا x به اضافه 2 مساوی است با منفیش. بچه‌ها من می‌خواستم بنویسم یا منفی x به اضافه 2 مساوی است با 6 که حالا فرقی نداره. فرقی نمیکنه ولی. بله. پس از اینجا x به دست میاد منفی 8. پس چند تا جواب داره؟ 2 تا. منفی 8 1 4. 2. خب اینجا ما آورده بودیم. خب تمام شد. مرسی ازت. اینم از معادلات. یه تست هم آوردیم حلشم کردیم و تمام.